با دنبال خلاف دین اسلام اعلان شدن لیژرانی، این آسایشگاه زمستانه در وادی سوات در هم و بر هم شد. ولی سالهای اخیر وضع امنیتی منطقه بهبود یافت و سیاحان تدریجاً به آسایشگاه ملم جبه پاکستان برمیگردند. چین در اینجا خط نو انتقال سیاحان به قله کوه را بنیاد کرده است. سالهایی که طالبان این منطقه را تحت نظارت داشتند، فونیکولور یا سیم نقل هوایی فرسوده و زیربناهای سیاحتی خراب شدند. سیاحان به مثل عثمان شفقت موجی نوی شوقمندان لیژرانی و توریسم کوهی در داخل پاکستان می باشند. من هیچگاه برف را ندیده بودم. خیلی به هیجان آمدم. رشد اقتصاد امکان داده است که قشرهای میانه‌حال این کشور بیشتر برای سیاحت و سفر شرایط پیدا کنند. مقامداران ساحه توریسم وادی سوات را با افتخار شویتساریای پاکستان میگویند. ما نمیتوانیم خود را با اروپا مقایسه کنیم. وقت لازم است، اما حداقل ما میتوانیم برای سیاحان یک مکان دلکش پیشنهاد کنیم. قبل از حمله های ماه سپتامبر 2001 به شهرهای امریکا، اکثر سیاحان پاکستان خارجی ها بودند. فعلا آمار دقیقی درباره توریسم وجود ندارد، زیرا در سال 2011 وزارت توریسم پاکستان اختصار شد. امروز حکومت پاکستان جنگجویان اسلامی را از بخش‌های بزرگ خاک این کشور خارج کرده است، ولی حمله و بمبگذاری‌های طالبان و گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی هر سری چند وقت تکرار می‌شوند و سفارت‌های ممالک غربی به شهروندانشان هشدار می‌دهند که از سفر به پاکستان خودداری کنند. خبرگزاری رویترز میگوید صرف نظر از کاهش شمار سیاحان خارجی در پاکستان دارای 200 میلیون اهالی، انفراساختار و نیکو احوالی مردم رو به بهبودی آورده است و بسیاری ها صاحب ماشین شده در داخل سیاحت می کنند. بر زمین دشواری گرفتن روادید سفری کشورهای غربی، سفری پاکستانی ها به افغانستان و هندوستان نیز وقتهای آخر آسان نیست، زیرا روابط با این کشورها نیز سرد شده است و این مایه دیگری رشد توریسمی داخلی ارزیابی می شود. در مینگاره که زمان قرارگاه طالبان بود، صاحبکار محلی سرورخان برای بنیاد مهمانسرای 13 آشیانه 1 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. من به ساختمان مهمانسرا دست زدم، زیرا به فکرم سوات آینده دارد. مقامداران سوات نیز به این باور دارند. سال روان حکومت محلی میزبانی یک مسابقه بین المللی را بر دوش گرفت که در آن نمایندگان 11 کشور اشتراک کردند.